دوستای خوبم سلام. امیرحسین صادقی هستم و میخوام که یک افزونه فوق‌العاده دیگه ای رو بهتون معرفی کنم. قطعاً برای همه ما که با وردپرس کار میکنیم پیش اومده که بعد از چند مدتی میبینیم که دیگه سایتمون اون سرعت اولیه رو نداره، در واقع اذیتمون کنه وقتی که میخوایم بیام توی پیشخانمون حالا میخوایم کاری رو انجام بدیم، یا اصلاً داریم که توی سایتمون حالا صفحه طراحی میکنیم یا هر کاری که داریم انجام میدیم میبینیم که اصلا وردپرس کند شده، دیگه رفته روی اعصاب و نمیدونیم هم از کجا است. ببینید خیلی وقتها این کند شدن سرعت، خب حالا جدا از دلیل حالا تداخل هایی که با افزونه ها با همدیگه دارن، خیلی از مواردی که میتونه پیش بیاد به خاطر اینه که ما اومدیم روی سایتمون افزونه هایی نصب کردیم، بعد اون موقع دیدیم که حالا اون کاری که ما میخوام رو انجام نمیدن، حذفشون کردیم، حذف کردیم، دائما افزونه، پلاگین، پوست‌های مختلفی رو روی سایتمون نصب کردیم و حالا اونها رو روی سایتمون حذف کردیم. اینجا چیزی که پیش میاد اینه که تمام اون دیتا هایی که اون افزونه ها به خصوص حالا درسته که حذفشون کردیم، اما اگر افزونه ها به خوبی کد نویسی نشده باشن، وقتی که حذف میشن تیبل های اونها، جدول های اونها از توی دیتابیس پاک نمیشه اگر خوب کد نویسی نشده باشن. افزونه های خوبی داریم که وقتی که حذف میشن خب مسلما تیبل هاشون هم حذف میشه، در واقع تمام داده هایی که توی دیتابیس بوده اونها هم حذف میشه، هیچ مشکلی با اونها نداریم. اما خیلی از افزونه ها به خاطر که نویسنده اون کار بلد نیست، به خاطر همین خوب کد نویسی نمیشه. وقتی که افزونه پاک میشه، درسته که افزونه الظاهر دیگه اصلا توی قسمت پلاگین های من نیست، اما رد و اثرش توی دیتابیس من باقی مونده و همین ها میاد روی هم جمع میشه، در نهایتش دیتابیس بزرگتر میشه و همین باعث خود بزرگ شدن دیتابیس باعث میشه که اصلا وردپرس من و کلا کار کردم با اون سرعتش بیاد پایین و اعصاب خودکام بشه. خب اگر که من بیام و حالا بخوام تغییری توی دیتابیس بدم، اگر که علمی نداشته باشم و اصلا از دیتابیس سر در نیارم، خب مسلما فوق العاده خطرناکه، چون که دیتابیس میتونیم بگیم که یکی از حساس ترین قسمت های اصلا سایت ماست که تمامی اطلاعات سایت من اونجا ذخیره میشه و کوچکترین نابلدی و کار با اون میتونه که اصلا سایت رو نابود بکنه. اما مسلما افزونه های هم وجود دارند که این کار رو برای من به بهترین شکل موجود انجام بدن، که بهترین افزونه ای که میتونه بیاد دیتابیس من رو پاک بکنه و اصلا جان دوباره ای به وردپرس من بده، این افزونه Advanced Database Cleaner Pro هست. البته یه نسخه رایگان داره یه نسخه رایگان توی مخزن وردپرس داره، همینی که اینجا میبینید Advanced Database Cleaner، خب که شما میتونید از این استفاده کنید. اما بهتون میگم که حتما اصلا از ورژن پرو اون استفاده کنید، Advanced Database Cleaner Pro، که الانی که من دارم با شما صحبت میکنم ورژنش هست 3.1.6. وقتی که شما اون رو حالا میتونید که اون رو بیان از ژاکت تهیه بکنید، چون که آخرین ورژن اون و همیشه جدیدترین ورژن اون رو داره، بیاد که اون رو تهیه بکنید و روی سایت خودتون نصب بکنید. حالا میریم و با هم محیط خود افزونه رو هم خواهیم دید، اما میخوام به چند تا از ویژگی‌هاش بپردازم که چه کار میکنه این افزونه اینقدر خوب که میتونه جان دوباره به وردپرس من بده و سرعتش رو برگردونه به همون روزهای اول خودش. ببینید خودش داره، اگر که حالا بیان اینجا مطالعه بکنید، کارهای خیلی خوبی انجام میده و فوق‌العاده نرم افزار قویه. یکی از کارهای اون بهینه‌سازی و پاکسازی دیتابیس وردپرس، امکان پاکسازی وظایف برنامه‌ریزی شده همون کرون جاب هاست، امکان پاکسازی متاهای نوشته یا در واقع متاهای نوشته یتیم هست که حالا بهتون خواهم گفت چیه، امکان پاکسازی متاهای دیدگاه هاست و به همین ترتیب دیدگاه‌های در حال انتزاع، دیدگاه‌هایی که اسپم بودن رو میتونه پاک سازی بکنه. ببینید
ما افزونه‌های متفاوتی اصلا برای این کار داریم که بتونن بیان به دیتابیس دسترسی داشته باشن و بتونن اون رو طراحی تمیز و پاکسازی بکنن و بهینه سازیش بکنن ها. مثلا دو تایی که من تا الان باشون کار کردم، یکی WP Optimize بوده و یکی هم همین Advanced Database Cleaner Pro. خب که الان قیاس بین تمام اونها رو، حالا البته دو تا دیگه هم اینجا هست، یکی WP Sweep هست و Optimize Database After Deleting Revisions که حالا تمام اینها رو اومده اینجا با هم مقایسه کرده. اما همینطور که میبینید ورژن پرو Advanced Database Cleaner اینجا تمام اون ویژگی هایی که من میخوام رو داره: پاکسازی استاندارد، پاکسازی زمانبندی شده، مشاهده موارد پیش از بهینه‌سازی خود دیتابیس، زمانبندی برای این بهینه‌سازی، مشاهده و پاکسازی وظایف کرون، در واقع همون کرون جاب ها، مشاهده و پاکسازی آپشن ها، مقدار و پاکسازی جدول ها، پاکسازی گزینه هایی که یتیم هستند که حالا بهتون میگم چیه و خیلی از موارد دیگه. پس الان اینجا میبینید که حتی در مقایسه با WP Optimize هم ویژگی های فوق العاده ای داره. وقتی که شما اون رو نصب بکنید روی سایتتون، توی گزینه اول اینجا پاکسازی عمومی میتونید بیاید تمامی حالا قسمت هایی از دیتابیستون که نیاز به اصلا بهینه سازی داره رو اینجا بهتون نشون میده و در نهایتش انتخاب میکنید. مثلا هر کدوم انتخاب میکنید و میاد از اینجا پاکسازی رو میزنید و اجرا میکنید و کاملا اون رو برطرف میکنه. مثلا شما یک مقاله نوشتید، چند بار هی اومدیم اون رو اصلاح کردین، در واقع در طی اصلاح شما یه چیزی رو تغییر میدیم به روز رسانی، یک ریویژن هایی از پست های شما اونجا ایجاد میشه که شما به اونها احتیاج ندارید، اما همینها توی دیتابیس میمونه و دیتابیس رو سنگین میکنه و خیلی چیزهای دیگه مثل نظرات در حال انتظار، نظرات اسپم، نظرات حذف شده، پینگ بک ها و خیلی موارد دیگه، حتی پست هایی و اصلا نوشته هایی که بدون والد هستن. در واقع حالا یک جایی من اونها رو حذف کردم اما به واقع حذف نشدن، دیدگاه هایی که من حذف کردم اما فقط از توی قسمت دیدگاه های من حذف شدن، در واقع یه چیزی شبیه همون ریسایکل بین خودمون مثلا توی ویندوز. و همچنین میتونید بیاد به خود تیبل ها دسترسی داشته باشید. اینجا تیبل های هر کدوم رو ببینید و باز هم همینجا انتخاب بکنید و کاری که انجام میدید اینجا بهینه سازی رو بزنید. گزینه هایی که داره میتونید تک تک مواردی که تو هر کدوم از تیبل ها هست رو بیا نگاه بکنید و هر کدوم که حالا نیازی بهشون نیست یا بدون والد هستند رو شما حذفشون بکنید. حتی میتونید به کرون جاب هایی که توی سایتتون انجام میگیره به اونها دسترسی داشته باشید، ببینید کدومشون بدون والد، کدومشون احتیاج ندارید و اونها رو بهینه سازی به حذف بکنید. یک افزونه فوق العاده است که به همتون توصیه میکنم که حتما روی سایتتون نصب بکنید، اما قبل از اون حتما یاد بگیرید که چطور باید ازش استفاده بکنید. اما وقتی که از اون استفاده کردید میبینید که وردپرستون جان دوباره‌ای گرفته و سرعتش فوق العاده میشه. حتما از این افزونه فوق العاده استفاده بکنید. امیدوارم که موفق و مؤید و سلامت بشید. یا علی.